ترس نشستن جلوی دوربین. من خیلی وقت اینجوری میخواستم رو در رو باهات بشینم و حرف بزنیم با هم، ولی یکی از بزرگترین معضلاتی که نمیذاشت اتفاق بیفته ترس بود. ترس از اینکه اینجوری رو در رو بشینم، دوربین دقیقاً جلوم باشه، نور اینجا باشه، با حرف بزنم. حالا گفتم که میشه دیگه همینو من یه ویدیوش کنم و یهویی اتفاق افتاد. حالا یهویی هم نبود، 2-3 روز طول کشید، ولی الان میخوام به مبحث که نه دانشگاه نیست، میخوام به موضوع استرس و ترسی که وقتی جلوی دوربین میشینی میاد سراغت دربارش باهات صحبت کنم. ببین، من اکثرا پشت دوربین بودم و این تجربه رو دارم که از آدمای مختلفی فیلم بگیرم، تصویر بگیرم و اونا رو توی کادر خودم، قاب خودم داشته باشم. ببین، اینو فقط میخوام بهت بگم که بدونی فقط تو تنها نیستی. بعد بریم سراغ موضوعاتی که من شنیدم از آدمای مختلف، از اونایی که چند سال تو این کارن، که چی کار میکنن، چه جوری بر این حسه و بر این ترسه غلبه میکنن. تو سخنورترین، مسلط‌ترین آدمی که توی جمع میبینی رو بذار جلوی دوربین و بهش بگو که 2 دقیقه حرف بزن. من بهت قول میدم که وقتی نشست جلوی دوربین یک جوری استرس میگیره که اصلا نمیدونه داره چی میگه. اینو مطمئن باش. خب پس این ثابت میکنه که تو تنها نیستی و من هم تنها نیستم. من که الان دارم این ویدیو رو میگیرم واقعا استرس دارم، ولی سعی میکنم به استرس غلبه کنم دیگه. چه جوری؟ میخوام چند تا روش بهتون بگم. از آدمای مختلف شنیدم اینا رو و جواب داده، حداقل به اونا جواب داده و منم یه کوچولو خودم تستش کردم، جواب داده. یکی از معضلاتی که پیش میاد وقتی جلوی دوربین میشینی اینه که رشته کلام دستت در میره، نمیدونی داری چی میگی، نمیدونی اصلا میخوای چی بگی، چی میخواستی بگی. یه روشی که برای این وجود داره که اکثرا آدمایی که میخوان پادکست بسازن این کارو انجام میدن، تمرینش رو، اینه که تو صبح تا شب یه اتفاقاتی برات افتاده. خب شب که میخوای بخوابی یا شب تو راه خونه یا هر جایی که هستی، بیا اون صبح تا شب خودتو برای خودت تعریف کن. چه جوری؟ من صبح از خونه زدم بیرون، رفتم دانشگاه، رفتم سر کار، از اونجا اتفاقی افتاد، رفتم ناهار، فلان. اینو روایت کن برای خودت. یک هفته 10 روز این کارو انجام بده. بعد از اون یک هفته 10 روز تو حواست هم باشه فردای اون روز وقتی میخوای بری سر کار، دانشگاه، بعد اون وایس رو گوش کنی که ببینی چی گفتی. یک هفته 10 روز بعد سعی کن که یک جوری اون مطلب رو بیان کنی که برای خودت هم جذاب بشه. میدونی چه اتفاقی افتاده، ولی برای خودت هم جذاب باشه که من چی گفتم اصلا، چی شد، ای وای چقدر باحال. این یه روشی که میتونه کمکت کنه تو این موضوع. روش دوم که وجود داره اینه که تو بیای دوربین سلفی گوشت رو روشن کنی و حرف بزنی راجع به هر چیزی که دوست داری، هر موضوعی که حس می‌کنی که اون لحظه جذابه برات، اتفاقاتی که برات افتاده یا هر چیزی، و اونو توضیح بدی و بشینی اون ویدیو رو ببینی که کجای ویدیو تو چشت چپ میشه، نمیدونم خنده‌تو دوست نداری، لب بالات یه جوریه، یا اصلا میبینی که صورتت سمت نیمکره، سمت راست چپت یکی نیست. خب و بیای توی ویدیو بعدی به این توجه کنی که اینو نداشته باشی. کم کم این میره توی ناخودآگاه تو و میتونی کنترلش کنی. یه روش دیگه هم وجود داره که شما میتونی به کمک اون یه کوچولو استرس تو کنترل کنی، ترس رو کنترل کنی، اون محیطی که توش هستی رو بیشتر بهش تسلط داشته باشی. اون روش چیه؟ این روش‌ها رو اکثرا بازیگرای تئاتر و سینما امتحانش میکنن، یعنی تستش میکنن. چیه؟ تو فرض کن توی محیطی که نشستی و داری با دوربین صحبت میکنی، اون دوربینی وجود نداره، یک شخص جلوت. خب ولی رفتارت، عملکردت، حرف زدنت و کلا ساختار بدنت، این صحبت‌ها این رو میدونه که داره با دوربین حرف میزنه. خب یعنی تو در این حال که داری اون وجود اون دوربین رو رد میکنی، میدونی و واقف بر این هستی که دوربینی وجود داره. منی که این 3 روش رو بهتون گفتم و الان جلوی شما نشستم و دارم باهاتون حرف میزنم، استرس رو دارم، همین الانش استرس رو دارم، ولی این 3 روش کمکم میکنه که یه کوچولو کمتر بشه، که سعی کنم الان که دارم باهات حرف میزنم مستقیم توی لنز نگاه کنم و خودت رو نگاه کنم، نه جای دیگه. البته تا جایی که تونستم دیگه این اتفاق میفته. اتفاق دیگه‌ای که خیلی 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 میتونه کمکت کنه اینه که شروع کنی. خب شروع کنی به ضبط کردن، شروع کنی به گرفتن اون ویدیو
چون یک جایی باید شروع کرد دیگه. من اگر کمالگراییم رو، این ترس از دوربین رو و همه این چیزایی که وجود داره رو کنار میذاشتم، شاید 2 سال پیش ویدیوهام رو شروع کرده بودم، 2 سال پیش یوتیوب رو شروع کرده بودم و به اون حداقل ویویی که می‌خواستم، به اون حداقل هدفی که داشتم میرسیدم و خیلی جلوتر بودم. پس تمرینایی که وجود داره رو شروع کن، سرچ کن راجبش که چجوری میشه این رو کنترلش کرد، این ترس رو کنترلش کرد. بپرس از آدما، چون همه آدما این ترس رو دارن. بهت قول میدم حتی اون بازیگرای خیلی خفنی که تو اسم می‌کنی جلوی دوربین خیلی خفنن، ممکنه که یک جای استرس رو داشته باشن. این بر اساس حرف خودشونه و میتونی سرچش کنی راجبش. و بعدش چهارمین قدمی که باید انجامش بدی اینه که شروع کنی. شروع کن، ضبط کن، شروع کن فیلم رو بگیر و برو. مطمئنن که به اون امضای کار خودت، به اون چیزی که میخوای میرسی. دمت گرم که تا اینجای ویدیو با هم بودی. اگر دوست داشتی این ویدیو رو لایک و سابسکرایب یادت نره. بقیه ویدیوها رو هم ببین، امیدوارم که خوشت بیاد.